مادری لایق جان رجب و اینا خالش در این طرفش هم خالش ما برای پیشوازگیری لایق جان آمده. ما فخر میکنیم که فرزند من لایق شاه رجب در عرصه جهانی نام تاجیک و تاجیکستان را بلند برداشت. این یک افتخار است. ممکن که چنان یک شاعر گفته است فتح و کشایی شارد دستی دعای مادر. ممکن دعای مادر بود که لایق جان رجب و عرصه جهانی نام تاجیک و تاجیکستان را بلند برداشت، بیرق تاجیکستان را بلند برداشت. ما فخر میکنیم، افتخار میکنیم و این فرزندم شکرگزار میکنم. شکر الحمدلله این لایق شاه رجب نه تنها فرزندی من است، این فرزندی کل مادران تاجیکستان است. امروز همه اینا مخلصا، همه خش و تبارا خاله هاش همش برای پیشوازی لایق جان رجب اومدن. خوش آمدین. لایق رجب که ناظر ایرپورت میبروین. چند روز ندیدین؟ لایق جان رجب در مدت کوتاه یک ماه شده، یک ماه 20 روز شد که لایق جان رجب